تو گفتی یه جاهایی یه جهان کافکایی به ما میده. کسی که پل بشه میونه شکاف، یعنی باید بگذره از رو خودش. کافکا یه داستان کوتاهی داره به اسم پل، دقیقا یه همچین فضایی داره. پلی بودم سخت و سرد، گسترده بر روی یک پرتگاه. این سو پاها و آن سو دستهایم را در زمین فرو برده بودم. چنگ در گل ترد انداخته بودم که پا بر جا بمانم. دامن بالا پوشم در دو سو به دست باد پیچ و تاب میخورد. در اعماق پرتگاه آب سرد جویبار قزلالا خروشان میگذشت. هیچ مسافری به آن ارتفاعات صعب العبور راه گم نمی کرد. هنوز چون این پلی در نقش ثبت نشده بود. بدینسان گسترده بر پرتگاه انتظار می کشیدم. به ناچار می بایست انتظار می کشیدم. هیچ پلی نمی تواند بیان که فرو ریزد به پل بودن خود پایان دهد.